ما تاریخ که جلو ما هست مربوط به گذشتگان هرگز معجزه‌ای نبوده در تاریخ هموطن، هرگز چیزی خلاف قوانین طبیعت اتفاق نیفتاد. اگر شنیدید که دیوار را رفته باور نکنید، اگر شنیدید دریا از هم شکافته این سخن دروغی است. اگر شنیدید آدم پرواز کرده، الاغ به آسمان رفته، نمیدونم گنجشک آمده سنگ پرت کرده لشکر، اینها میث هست، اینها افسانه است، اینها عرض کنم که از دروغ‌های شاخدار هست. مورخین که آمدن بیچاره ها، اینها از بس بعض جنایات عنیف و فجیع بوده، اینها آمدن توجیه جنایت بکنن، مغالطاتی رو به کار بردن. ما بایستی بتوانیم این دروغ ها و مغالطات رو تشخیص بدهیم و سره رو از ناسره جدا کنیم. یک مورد خیلی مهمش در عرض کنم که واقدی و طبری هر دو در باب صفیه هست. صفیه یک مردمی دارن زندگی میکنن در یک جای به نام خیبر، یک مرتبه میبینن محاصره شدن، عربا اینا رو محاصره کرد، زدن کشتن، مردان اینا رو کشتن، اموال اینا رو به غارت بردن. یک زن زیبایی هم بین هست که شوهرم داره. حالا شما توجیه کن دوست آخوند من، شما توجیه کن ببینیم این توجیه داره، شوهرم زنده است. حالا ببینید داستانشو میخونم و بعد مغلطش رو به شما میگم در مغلطش در کجاست که ما باستی حواسمون جمع باشد. وقتی نگاه به تاریخ میکنیم خدا و بهشت و جهنم و ما بعد و طبیعه و فشار قبر رو وارد مطالعاتمون نکنیم، کاملا علمی نگاه کنیم ببینیم حقایق چه بوده. خب پس علی کنانه را اسیر کرد. کی؟ کنانت ابن ابوالحقیق که یک مرد یهودی بود، یک زن زیبایی داشت به نام صفیه و به دست بلال سوی پیغمبر فرستاد. پیغمبر چون صفیه را بدید خوش آمدش، ردای خیش بر سر او افکند و از پس خیش برنشاند. این علامت بود که یک زن زیبایی که میجور اگر حضرتشان رداشو مینداخت روش صورتش یعنی مال منه، شرطاتون درویش کنیم. منتها مشکل اینجاست که این شوهرم داره، شوهرش زنده است، اینو باید چیکار کرد؟ تنها راهی که ما میتوانیم این زن رو از مال خود کنیم این است که یه اتهامی بزنیم شوهره رو بکشیم، مگه نه؟ ردای خیش، اینو بزرگترین مورخ اسلام می نویسد، کتابم در همون روزگار آقای خاتمی که کتابا درست چاپ میشد چاپ شده. تاریخنامه طبری، ترجمه روزگار سامانی، صحبت سر امروز و دیروز نی، قریب 1000 و اندی سال پیش ترجمه شده است. خب بر سر او افکند و از پس خویش برنشاندش، یعنی صفیه رو. مردمان دانستند که پیغمبر او را خوش آمد و خویشتن او را برگزید و کنانه که شوی او بود باز داشت اندر میان اسیران. اسیران شما فکرشو بکنید. این آقایی که مجسمش اینجاست و سپاسگزارم از سروش عزیزم در سفری که به واشنگتن داشته، این در واقع ابراهام لینکلن هست از پیامبران عصر جدید. این پیامبر عصر جدید هست، یکی از پیامبران عصر جدید. در همین روزگار حکومت ناصرالدین شاه زندگی میکرد. 1861 تا 63 و 4 هم جنگ کرده، 500,000 آمریکایی کشته شدن که اسیر نباشد، آدم فروشی نباشد. آقای ابراهام لینکلن با کمند میگرفتن آفریقایی بیچاره رو، میآوردن ساحل عاج، یه چارچوبی بود بهش میگفتن پوینت آف نو ریترن، یعنی کسی که اونجا پاش میرسید کارش تمام بود دیگه برگشت نداره. بعد مثل ساردین اینا رو میچیدن روی هم توی کشتی ها. خود سیاها میگوین 100 میلیون، خود انگلیسی ها که این کارا رو میکردن سفید پوستا میگن 1 میلیون تو راه مردن. بعد وقتایی داشتن تو آفریقا برای خودشون میگشتن.
زندگیشونو داشتن. این مرد اومد گفت که آقا این آدم فروشی کار درستی نیست. آدم که آدم رو نمیفروشه که. یه عده گفتن ما میخوایم بفروشیم این مزارع پنبه و نمیدونم چیه، ما بدون اینا جور در نمیاد. اینا گفت که خودتون کار کنید. کار به جنگ کشید. جنگ داخلی در واقع، شمال و جنوب جنگ شد. خونین ترین جنگ تاریخ این قاره بوده. 500,000 نفر کشته. ببینید چه جنگ وحشتناکی بوده با اون تفنگ پوستبرای اون روزگار. ببینید چه قتل عامی شده واقعا، همدیگر رو چگونه کشتن که یه گوری به ما برده بفروشیم. حالا پیغمبر ما برده میگرفت و برده میفروخت. حالا این چه خداییه چه اللهیه؟ بریم باش صحبت کنین یه شب، بگین آقای الله مدینه، تو که گفتی هر کی شراب بخوره 80 ضرب شلاق بزنه حرام است و اینا، چگونه است که فروش آدم حلال است؟ بپرسید از الله. شاید الله جواب شما داد، ما که جواب نداده. تا بپرسید. پای منبر آخوندهای ساکت نشید برای حسین بگید آقا یقش بگید آقا مردی که تو چی رو نمایندگی میکنی؟ داستان تو چیه؟ چی میگی؟ داستان چیه؟ خفه کردی ما رو تو آخوند. خب و کنانه که شوی او بود باز داشت اندر میان اسیران، و چون علی هر سه حصار بگشاد مردمان حصار چهارم و پنجم به زینهار آمدند و زنهار خواستند بر آن که از اونجا به شام روند و خواسته اونجا دست باز دارند. حصار در حصار بود. اومدن گفتن آقا دستا بار ما تسلیمیم، آقا شما خیلی زورتون زیاده، بلدین کارتون خوب بلدین، از دیوار چجوری بیان بالا و غارت چیکار. آقا جان ما هر چی داریم میذاریم، جان ما رو آزاد کنیم ما بریم به شام، هیچ نمیخوام، پول و زمین اینا مال شما، شما نمایندگان الله هستید، بالاخره باید غارتتون رو بکنید. ما بچه بودیم فکر می‌کردیم اینا چقدر خوب بوده، به 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 دست مبارک حضرت علی رفته خیلی مرحب رو کشته، اموالشون رو برده. آرام آرام که این تاریکی ها کنار رفت، دیدیم آقا ما عجب آدمایی بودیم، ما چه ارزش هایی رو محترم می شمردیم بر اثر سنت و صفاحت اجدادی. این بچه بیچاره ای که فرستادنش داره پای این آخوند مردک رو میبوسه، شما فکر میکنید بزرگ میشه مثلا احتمال این که این آقا آدم روشنی بشه چقدر هست؟ بسیار اندک. بخواد به انسانیت کمک کنه که نمیکنه. این نهایتا یه بمبی به خودش میبنده، یه 4 تا یهودی بکشه، 4 تا شیعه بکشه، اگه شیعه از سنی بکشه، نمیدونم. با 2 انگشت مبارک قلعه خیبر گرفت. خود بنده چند قصیده دارم در این رشادت حضرت علی بن ابی طالب، مولای متقیان، یهودی میکشته. مولای متقیان، مولای متقیانش خیلی خنده آوره واقعا، مولای متقیان. خب و چون علی هر سه حصار بگشاد، خیلی خوب، به زنها خواسته یعنی پول مال دنیا بگذاریم و میریم. همچنان که با مردان بنی نظیر کردن. بنی نظیر قبیله یهودی بودن در مدینه، هنوز خونخوار نشده بودن، اونقدر گرفتن محاصره کردن. آقا چی میخوام؟ ما مال شما رو میخوام، تاکستان ها رو میخوام، پول شما رو میخوام، طلاهاتون رو میخوام. گفت باشه آقا جان، میریم و میریم. فقط به لباس به تنشون رفتن، اموالشون رو گذاشتن برای الله. اینا هم میگن با ما با هم معامله رو بکنی. پیغمبر ایشان را اجابت کرد و برفتن و حصار ششم و هفتم بمان و اون استوارتر بود و خواسته به دو اندر بیشتر بود. رسیم حصار هفته هشتم دیواره محکمتر بود، اما پول و مول اونجا بیشتر بود، بیشتر از جاهای دیگه.
و شب اندر آمد و علی بازگشت و به لشکرگاه آمد و روز دیگر همه سپاه بیامدند و بر در آن حصار حرب همی کردند نتوانستند گشادن. پس مردی بیامد و بر کنانت ابن ابی الحقیق قمز کرد و گفت این داند که گنج بنی نظیر کجا نهاده است. حالا اینم احتمال زیاد خود آقایون تحریک کرد. آخونده دیدی پرونده میسازن، کسی بیامد و بر کنانت ابن ابی الحقیق قمز کرد، یعنی سخنچینی که علیهش خودشون تحریک کرده بودن که آقا پول زیاد داره، گنجه رو قایم کرده، که چیکار بکنن که این زیر شکنجه بکشن که زنش بتونن داشته باشن. توجیهی بفرمایید ببینیم حضرت آقا و حضرت آیت الله العظما چگونه است این داستان.